این قطره آب معمولا در بطری های نوشابه و نوشیدنی هایی که توی تبلیغات تریدی میخواین بسازید خیلی کاربرد داره. در ابتدا ما فایل تریدی نوشابه‌ای که دانلود کردیم از سایت اسکچ یا اسکچ هاب، درست‌ترش اسکچ هاب دانلود کردیم رو وارد میکنیم با قسمت ایمپورت. خب واردش کردیم، خود قطعه رو انتخاب میکنیم، جاشو اوکی میکنیم، رندرش رو حالت ویو میذاریم. حالا میریم برای قسمت اپند و پلاگینی که من براتون توی کپشن گذاشتم و دانلود کردید رو از اینجا واردش میکنیم. حتما یادتون باشه که رو این قسمتی که الان من میگم نشون دادم اوکی کنید و دراپلت جنریتور رو بزنید. دراپلت جنریتور رو که زدید میان توی قسمت مودیفای و قسمت جیومتری رو میزنید و یه نیو ایجاد میکنید و توی دسته‌بندی ها اون دراپلت رو انتخاب میکنید. دراپلت که انتخاب کردین یه منوی براتون باز میکنه که میتونید سایزش رو تغییر بدید، اندازش تغییر بدید و کل تنظیمات دیگه‌ای که خودتون باهاش کار کنید تا اون چیزی که مد نظرتون هست رو بهتون بده و این هم نتیجه کار.